سلام دوستان، خوش اومدین به جلسه چهارم آموزش رایگان آشنایی با قلمزنی حرفه‌ای چرم در 5 جلسه. دوستان، ما قصد داریم که توی جلسه چهارم از تمام ابزارهای مورد استفاده در زمینه قلمزنی روی چرم صحبت بکنیم. بعضی از عزیزان میان وقتی که قصد شرکت توی دوره دارن فقط فکر میکنن که اون ست 20 تایی قلم چینی رو تهیه بکنن بیا بشن سر کلاس که همه چی رو یاد گرفتن. در حالی که اینجوری نیست. ابزاری که ما استفاده میکنیم خلاصه در اون نمیشه. ما کلا طیف گسترده‌ای از ابزارها رو داریم. حالا با توجه به اینکه اون قلم 20 تایی چینی خیلی رایج هستش توی بازار، اونا رو توصیه میکنیم به بچه‌ها که تهیه بکنن. چکش متناسب رو ما به بچه‌ها توصیه میکنیم که تهیه بفرمایید. و این چکش‌ها و این ابزارها و این تمام تجهیزات مورد نیاز باید ویژگی‌های خاص خودشون رو داشته باشن. بعضی از بچه‌ها فکر میکنن که هر نوع چکشی باشه قابل استفاده هستش، در حالی که چکش‌هایی که بیشترین و بهترین واضح رو برای ما در حین اجرای کار خواهند داشت چکش‌های پلاستیکی فشرده هستن که ما بهشون میگیم چکش تفلونی. بعضی از عزیزان میان مثلا از همون چکش‌های فلزی میتونن استفاده بکنن. عزیزان اون فشار مورد نظر، اون ضربه مورد نظر رو ممکنه برای ما تامین نکنه. مثلا از چکش چوبی میخوان استفاده بکنن برای کارشون. عزیزان چکش چوبی به خاطر اون بافت و خاصیتی که داره ممکنه بعد از مدت‌ها استفاده دچار آسیب بشه، تخریب بشه، خراب بشه و یک سری ترک‌هایی روی چکشتون ایجاد بشه. استفاده کردن از چکش پلاستیکی این ویژگی رو داره که تا مدت‌های طولانی و مدید میتونید از اون چکش‌های تفلونی به صورت گسترده استفاده کنید. مهمترین چیزی که در زمینه قلمزنی روی چرم بسیار مهم هستش، سنگی که برای قلمزنی میخواید استفاده بکنید خیلی اهمیت داره. یک سنگ 5 سانتی تقریبا و سفت برای زیر کار نیاز هستش در حین قلمزنی که اون ضرباتی که ما میزنیم اثرپذیری متناسب خودش رو داشته باشه. حالا بعضی از عزیزان میان از یه سری تخت تفلون‌هایی استفاده میکنن، حالا یک سری سنگ‌های چند سانتی نازک‌تر. حالا اون سنگ‌های نازک‌تر احتمال شکستگیشون بیشتره و حالا اون تخته‌های تفلونی ممکنه اون خاصیتی که ما میخوایم رو نده به قلم‌ها. مهمترین قضیه در زمینه انتقال طرح این هست که ما همیشه از کاغذ پوستی و کاغذ کالک کمک بگیریم برای انتقال طرحمون، طرح‌هامون یک به یک منتقل بشه. بعضی از بچه‌ها یه سری نگرانی‌هایی دارن که مثلا من طراحیم خوب نیست، من مثلا نمیتونم، حتی یه استیپ نکشیدم، حتی مثلا نمیدونم چجوری مثلا طرح رو انتقال بدم. استفاده از تکنیک گرته برداری که ما به کمک کاغذ پوستی و کاغذ کالک وقتی میایم اینا رو اجرا میکنیم باعث میشه که طرحمون به صورت یک به یک منتقل بشه و این نگرانی که ما در زمینه طراحی داریم رفع بشه. هیچ وقت بچه‌ها ما نمیایم از کربن استفاده بکنیم برای انتقال طرح و یک دلیل هم داره. مهمترین دلیلش این هست که کربن یک خاصیت جوهری داره، با پاک‌کن هم به سختی پاک میشه و ابزار و وسیله‌هایی که خاصیت جوهری دارن نفوذ میکنن به اون سطح بافتی که روشون اجرا میشه. حالا بستگی داره اون سطح بافتی که اجرا میشه روش مثلا پارچه باشه، چرم باشه یا هر چیز دیگه. به ویژه این که کراست یک سطح اثرپذیر داره و همونجوری که توی جلسات قبلی براتون عرض کردم ما همیشه برامون مهمه که روی کارمون تمیز باشه، صاف باشه، بدون لک و خط و خش باشه. این چون اثرپذیری بالایی داره چه در زمینه قلم چه در زمینه رنگ. وقتی که ما این کربن میکشیم روش، حالا حتی با پاک‌کن هم پاک بکنیم این نفوذ خواهد کرد به درونش و وقتی که ما میایم از رنگ‌های جوهری استفاده میکنیم، حالا چه رنگ‌های دیگه، باعث میشه که رنگ ما رو چرک بکنه و اون ویژگی قشنگ و شفافیت رنگی که ما میخوایم رو به ما نده. یک تکنیک دیگه‌ای هم هست برای انتقال طرح و اون مدل مورد نظرمون که مثلا استفاده از مداد هست که یک سری از عزیزان که نقاش حرفه‌ای هستن، طراحی قوی دارن، میتونن از مداد استفاده بکنن. مداد سطح کربنی داره و این اجازه رو نمیده که وارد بافت پوست بشه، بافت اون کراستمون بشه و بهش آسیب بزنه و با کمک همین پاک‌کن هم کاملا ریموو میشه از روی سطح ما. مهمترین ابزار ما بعد از انتقال طرح ابزار چاقوی چرخان هست یا قلم مادر بهش میگن. ببینید عزیزان، چون این هنر یک هنری هست که از اروپا وارد ایران شده و از قدیم در داخل ایران نبوده
و تقریبا 20 سال هست که توی ایران هم به شدت رواج پیدا کرده. بعضی اصطلاحات رایج در قلمزنی فلز وارد قلمزنی چرم شده و ممکنه مثلا بیان بگن قلم مادر. قلم مادر قلمی هست که توی قلمزنی فلز استفاده میشه و مثلا ممکنه توی بعضی از منابع مطالعه بفرمایید و بگید که مثلا این میگه قلم مادر. به اون دلیل قلم مادر بهش میگه که میاد برش روی سطح ایجاد میکنه و طرح رو از زمینه جدا میکنه و به ویژه این قلم در اون تکنیک اولی که خدمتتون عرض کردم، یعنی تکنیک ببلرینگ و قلمزنی ساده، خیلی پرکاربرد هست و ما وقتی که نایف‌های تزیینی میزنیم، خطوط تزیینی روی کارامون اجرا میکنیم، به کمک این ابزار یعنی چاقوی چرخان انجام میدیم. دوستان، در زمینه قلم‌های مورد استفاده در قلمزنی و حکاکی روی چرم، بهترین نوع قلم‌ها قلم‌های تندی لدر هستن. خب متاسفانه ما تو ایران دسترسی آنچنانی به اون قلم‌ها نداریم و اگر هم دسترسی داشته باشیم به خاطر قیمت‌های دلاری نمیتونیم اونها رو تهیه بکنیم چون صرفه مالی جذابی نداره برامون. به خاطر همین یک سری ست‌های 20 تایی هستن که از اونها بیشتر اساتید و به ویژه خود من به بچه‌ها در اوایل دوره حکاکی روی چرم توصیه می‌کنم که برن تهیه بکنن و با اونها کار بکنن. برخی از اساتید هم قلم‌های دستاس رو توصیه می‌کنن. حالا خود من برای این قلم‌های 20 تایی توصیه می‌کنم و عزیزان که تنوع دارن. یعنی یک سری از قلم‌هایی که ممکنه توی فیلم‌ها ببینید، حالا چه توی ممکنه یوتیوب یا جاهای دیگه ملاحظه بکنید، ممکنه مثلا توی قلم‌های دستساز اونها موجود نباشن که مثلا توی این قلم‌های 20 تایی مثلا به صورت 2 نمونه از 100 تا قلمی که توی تندی لدر هست وجود داره. بر فرض مثلا قلم‌های نقطه زن، انواع اقسام قلم‌های نقطه زن با شکل‌ها و طرح‌های متنوع توی تولیدات تندی لدر هستش که مثلا توی این ست‌های 20 تایی 2-3 مورد ازش وجود داره که ما حالا به خاطر برای تزیینات به صورت استمپینگ پرچم‌های گل ازش استفاده می‌کنیم. یا مثلا قلم‌های استمپینگ هست که یک طرح شماتیک از چیزی رو شامل میشه، مثلا یک طرح اسلیمی خیلی ساده رو داره، یا ممکنه مثلا یک طرح برگ داشته باشه که به صورت تزیینی ما بخوایم به صورت استمپینگ مانند روی کارهامون اجرا بکنیم و توی برخی از کاربرد داشته باشه. یا قلم‌های حصیری که تک بافت هستن، طرح‌های تکرار شونده هستن، یعنی یک نوع بافت هستن که با کنار هم قرار گرفتن یک بافت رو ایجاد میکنن، مثل قلم حصیری که توی این قلم‌هامون موجود هستش. یک مورد مثلا یک نمونه ازش. قلم‌های زمینه کوب داریم که مثلا یکی دو نمونه توی همین قلم‌هامون هست، مثل قلم مشوش، مثل قلم آجدار که توی شکل‌های قلم‌های گلابی خیلی رایج هستش. توی این ست‌ها ما قلم‌های بسیار بسیار گسترده‌ای در زمینه کوبی داریم، مثل قلم‌های حباب زن هستن، قلم‌های مثلا آجدار هستن، خیلی قلم‌های متنوعی داریم که مثلا توی طرح‌هامون استفاده می‌کنیم به عنوان زمین. گاه هم ما زمینمون رو می‌تونیم به طور کامل به کمک این زمین کوب‌هامون پوشش بدیم یا به صورت کاملا محو یا فید در لب مرز طرح‌هامون استفاده بکنیم که مثلا طرحمون شلوغ نشه. قلم‌های ببلر که کار اصلی رو توی کارهامون انجام میدن. اینها هم طیف‌های خیلی گسترده‌ای دارن با پاشنه‌های بلند، پاشنه‌های کوتاه که دقیقاً کنار قسمت‌هایی که با چاقوی چرخان برش داده میشه و برای خوابوندن زمینه استفاده میشه ازشون استفاده میکنیم. این قلم‌ها عزیزان، حالا با توجه به اینکه حالا ما توی این دوره هستیم، توی دوره آموزش رایگان، برخی از مطالب نیاز این رو داره که به صورت حضوری توی کلاس برگزار بشه. حتی توی مجازی هم ممکنه شما به یک سری مشکلات بر بخورید و حضور استاد که اینی که مثلا حین اجرا شما رو ببینه، حین اجرای کارتون ببینه و ایرادش رو بده، بسیار بسیار مهمه و ممکنه مثلا اون بازدهی که شما توی دوره حضوری دارید توی دوره‌های مجازی اصلا نتونید داشته باشید یا توی دوره‌هایی که به صورت عمومی و شلوغ هستش نتونید داشته باشید. یک مسئله این که همین قلم‌های ببلر به صورت کاملا درجه دار استفاده میشن، مثلا 20 درجه خم شده به سمت طرح، 90 درجه قائم روی طرح یا مثلا 120 درجه نسبت به طرح قرار بگیره که اینها هم بسته به نوع طرح متفاوت هست. مثلا شما بخواید از چکش استفاده بکنید، حالا توی کلاس حضوری در حضور خود من هنرجو وقتی کار میکنه، گاهن میبینیم که مثلا از چکش به نحوی استفاده میکنه
که اون طرح مورد نظر رو مثلا قلمش روی چرم حرکت نمیکنه و این مثلا حضور من و دیدن نوع قلم زدن اون باعث میشه که من به اون بگم تو باید نیاز این هست که دستتو به صورت کاملا 90 درجه نسبت به سطح قرار بگیره و تو از چکش استفاده بکنی. یا مثلا یک سری از مطالب هست اینکه مثلا بچه‌ها می‌بینن قلم‌زنی رو اینو متوجه نیستن که فرد راست دست و فرد چپ دست متفاوت نوع گرفتن چکش. اگر شما راست دست هستید با دست راستتون باید چکش رو بگیرید. اگر چپ دست هستید با دست چپتون باید چکش رو بگیرید. بعضی از بچه‌ها متأسفانه اینو متوجه نمیشن و مثلا جای اینکه چکش رو با دست راستشون میگیرن قلم رو با دست راستشون میگیرن. ما یک سری قلم‌های سایزن داریم که در قسمت‌های تزئینی به ویژه توی گل‌ها خیلی کاربرد داره، جایی که گل‌ها دقیقاً میچسبن به قسمت‌های وسط گل، قسمت‌هایی که پرچم داره و از اونجا شروع به رشد میکنن. در اون قسمت‌ها ما از قلم‌های سایزن استفاده میکنیم، از قلم وینر استفاده میکنیم برای اینکه بعضی از رگه‌ها رو، پیچک‌ها رو بخوایم تزیین بدیم یا گلبرگ‌ها رو بخوایم تزیین بدیم، رگبرگ‌هاشون رو. اینا قلم‌هایی هستن که بیشتر جنبه تزیینی دارن. یعنی شما بخواید بگین که مثلا مثل قلم گلابی که ما برای حجم دهی استفاده میکنیم همه جا بیاد قلم وینر استفاده بشه، همچین چیزی ممکن نیست. گاه هم ما برای اینکه کارها رو سه‌بعدی اجرا بکنیم میایم از تیغ‌های جراحی استفاده میکنیم، تیغ‌های بیسوجی استفاده میکنیم تا طرح‌های سه‌بعدی اجرا بکنیم در گلهامون، گلبرگ‌هامون و همچنین پرهایی که میخوایم روشون طرح‌های سه‌بعدی ایجاد بکنیم. برای فرم‌دهی‌های مینیاتوری ما همیشه از قلم‌های مالتینگ و داتینگ استفاده می‌کنیم. عزیزان بعضی از این ابزارها بسته به نوع استادی که در کلاس شما شرکت می‌کنید متفاوت هستش و مثلا ممکنه یک سری از اساتید از ابزاری که در مجسمه سازی استفاده میشه توصیه بکنن بهتون که باهاشون شما استفاده بکنید در کارهاتون. این یعنی چیز خیلی قطعی نیست، با توجه به اینکه ما دسترسی کامل به ابزارهای اصلی نداریم، اونهایی که تحلیل داره تولید میکنه، ما میایم سعی میکنیم ابزار جایگزین، رنگ جایگزین درست حسابی براشون انتخاب بکنیم. دوستان هر کدوم از عزیزان ممکن است استعداد بالقوه خاص خودش رو داشته باشه در زمینه یادگیری حکاکی روی چرم. پس بنابراین حضور شما در زمینه آموزش خیلی مسئله مهمیه. اینکه آموزشتون رو به صورت حضوری در خدمت استادتون باشید. حتی عزیزانی بودن که توی کلاس‌های عمومی حضور داشتن کنار استادشون، ولی مهمترین رکن قلمزنی چرم که نحوه حرکت دادن به بلر هست رو بلد نیستن و حتی نمیدونن که قلم رو باید چجوری توی دستشون نگه دارن. اینی که دو انگشت شما باید روی کراس قرار بگیره، یک انگشت شما پشت قلم باید باشه، دو انگشت شما بالا و پایین یک قلم رو باید نگه داره و دو انگشت میانی شما باید این قلم رو حرکت بده. مسئله‌ای هست که باید استادتون کنارتون باشه و به شما کاملا این رو توضیح بده که چجوری باید این رو نگه داری و بتونی حرکتش بدی. اینی که چاقوی چرخان رو به چه نحوی، به چه شکلی شما بخواید حرکت بدید و چجوری نگهش دارید، اون خیلی مسئله بالقوه و مهمیه که واقعا بعضا توی آموزش مجازی واقعا نمی‌گنجه.